در شهر خوجند مسابقه جمهوری اید با فوتبال تحت عنوان فوتبال به نزد شما میآید بین کودکان و نورسان 7 9 و 11 ساله برگزار گردید. در این چوربینی ورزشی 24 دسته فوتبال بازان نورس از شهر و ناحیه‌های اشت، سپیتامین، جبار رسولوف، خوجند، ظفرآباد، باباجان غفورов و یوان اشتراک و مهارت سنجی کردند. در بین 7 ساله ها دسته های اشت، سوخت و مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت به گرفتن 3 مقام فخری مشرف شدند. در بین فوتبال بازان 9 ساله دسته سوخت به گرفتن مقام اول مشرف گردید. جای دوم را فوتبال بازان دسته مکتب ورزشی ناحیه جبار رسولوف و زینه سمرو نورسان دسته سپیتامین صاحب گردیدند. دسته های سوخت، ظفرآباد و سپیتامین در بین 11 ساله ها به گرفتن 3 مقام فخری شرف یاب شدند. در مراسم پوشیده شوی این چوربینی ورزشی به غالبان و جایزه داران جام، مدال و افتخارنامه و تحفه های خاطروی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند. مورد به ذکر است که مسابقه جمهوری اید با فوتبال در دایره لایحه فوتبال به نزد شما می آید. چند سال می شود که با تشبث فدراسیون فوتبال مملکت و دستگیری شرکت موبیلی تیسل راه اندازی کرده می شود.